اسکندر مراجعت کنن. این ببین در حقیقت یک درخت عجیبی بوده است. چهارمغز هم در تگ برگوی درختو رنگ بجا شده. وقتی میتکیش یا که وقتی برگوی بالا میکنی بعد معلوم میشه که این مغز شبینی بهترین بدسته بهترین مغز. نه دانه هاش هم بسیار کلان کلان. درختی فندق سورت ترکیش این سورت محلی است. سورت ترکی اینده با کلان درختوی که اسکندر وارد میکنه و یا سورتش با بینهایت کلان کلان قریب چنین چهارمغز محلی هست. این دانه انگور را بینین، دانه انگور را بینین در بر این منه اولوه یا این اولو را بینین با ما خیال می انگور اولوه بینین در بر این اولوه اولوی دروازه که ما خیال می انگور بهترین. این یورا ما بعد از خدمون چیندگیم بسیار یا پرورش ساده، پرورش عادی، پرورشی که تماما یگان زحمت طلب نمیکنه، حتی دارو هم نکردین، حتی آب هم میره دودگی نیستن، آب هم دودگی نیستن. یکی نماش به نهایت خوب. من جوی ما قرار داریم، صاحبش میگه که از 3 درخت من یک درخت اوجه از 4 درخت، یا درخت اینجا، 2 درخت اونجا، یا درخت دیگه این طرف ده. من اگر ببینید این درخت از 50 تا 100 کیلو ما میگه همه ساله میگیریم. 100 کیلو این ارزشش نکم از 10,000 سومون میشه از 4 درخت. من کدوم اگر خواهشمند باشد اما رقمای تلفنی اکا اسکندر گروهی انگور و باغ مراجعت کند. از ترکیه سورت های بهترینش دسترس کرده می شود.